کدام حیوان مثل انسان به خواستگاری می رود؟ پنگوئن. کدام حیوان را اگر از وسط دونیم کنیم دوباره قادر است به زندگی ادامه بدهد؟ کرم خاکی. کدام حیوان سنگ می خورد؟ کروکودیل. بزرگترین شکارچی روی زمین کدام است؟ خرس. کدام حیوان با دهان میشنود؟ قورباغه. کدام حیوان نمیتواند به آسمان نگاه کند؟ خوک. کدام حیوان میتواند تا 200 برابر ارتفاع خود بپرد؟ کک. کدام حیوان با زبان بو میکشد؟ مار. آخرین حسی که بعد از مرگ از بین می رود کدام است؟ شنوایی. نماد دموکرات ها در آمریکا چه حیوانی است؟ الاغ. قد انسان در خواب چه تغییری می کند؟ بلندتر می شود. در این کشور بدون اجازه نمیتوان به پایتخت رفت. کدام گل انرژی بد اطراف را جذب می کند؟ در مدارس کدام کشور مستخدم وجود ندارد؟ کدام شهر حدوداً 600 سال پایتخت ایران بود؟ تنها شهری که 2 چهارشنبه سوری دارد کدام است؟ اشنویه. کدام شهر اجازه گازکشی ندارد؟ ماسوله. در کدام شهر مسجد و کلیسا به هم چسبیده‌اند؟ آبادان. اولین قهوه‌خانه در کدام شهر شروع به کار کرد؟ قزوین. به جای تزریق پنیسیلین کدام میوه را مصرف کنیم تا از وجود عفونت‌های بدن در امان باشیم؟ آلبالو. در زمان قدیم از شیره کدام درخت به عنوان داروی ضد درد و تبر استفاده می‌شد؟ درخت بید. هر یک قاشق شکر چند درصد افزایش ابتلا به آلزایمر را افزایش می‌دهد؟ 19%. کدام شاعر بی‌سواد بود؟ حیدر یغما. کدام شاعر نابینا بود؟ رودکی. کدام شاعر به قتل رسید؟ عطار. کدام خوراکی ضد کمخونی و تقویت کننده سیستم ایمنی بدن است؟ آبگوشت. کدام حبوبات بیشترین میزان آهن را دارد؟ سویا. مصرف کدام خوراکی باعث کاهش فشار خون می شود؟ کشمش. پر جمعیت ترین شهر جهان کدام است؟ توکیو. هیتلر کجا به دنیا آمد؟ اتریش. کشوری که شمار گاوهایش بیشتر از جمعیت انسانهایش است. سودان. پول کاغذی برای اولین بار در کدام کشور استفاده شد؟ چین. بزرگترین کشور قاره آمریکای جنوبی کدام است؟ برزیل. معده گاو به چند قسمت تقسیم می شود؟ 4 قسمت.